کی اعمال نامه را به دست راست میگیره؟ انسان موحد یکتا پرست. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابیه. کسایی که به دست راستش دفتر اعمالش داده میشه باز افتخار میکنه موحدین که ما در صف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، ما پیروان قرآن هستیم چون عقیده خدا از قرآن عظیم الشان گرفتیم، ما پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم چون از صحیح البخاری و صحیح المسلم عقیده خدا گرفتیم. اما تو انسانی که صحیح البخاری را امیال کسای پیدا شده صحیح البخاری را ناصحیح البخاری میگه، حدیثه که برش بخوانی میگه یا اهل حدیث است، تو چطور صحیح بخاری رو برای ما میگی؟ تو چطور مشکات المصابیح برای ما میگی؟ یا اهل حدیث از گپ از یارا قبول نکنی. بناله کی شهادتنامه خدا به دست راست خود میگیره؟ انسان موحد.